40 روز همان آبی که در رحم مادر غلطیدگی هست، در بچه‌دان زن افتیدگی هست، همون آب 40 روز قرار می ایستد. هیچ تغییرات در او آب پیدا نمی شود. ثم یکون علقه، بعد 40 روز این آب رسول اکرم گفت به خون تبدیل می شود. 40 روز دیگر خون می ماند. ثم یکون مضغه، بعد 40 روز پس دیگر این به گوشپاره تبدیل یافتگی، بعد آهسته آهسته از هر موضع او اعضاهای انسان تشکیل شدن میگیرد. ببین در دوام 120 روز 40 روز آب است، 40 روز خون است، 40 روز دیگر گوشت است. 4 ماه، در دوام 4 ماه این الکی به شکل انسانی از 4 ماهگی تبدیل می‌یابد. تا 120 روزه اگر فتوای امروزه میگد اگر زن بخواهد که ابورت کند، یعنی فرزند سقط میگیم، اگر نابود کند جایز است، لیکن بعد 4 ماهگی دیگر جایز نمی شود. حکم قتل در بین پیدا می شود، همچنان که فرزند خود قتل کرده است. اینا فتوا میگد. خب ثم یرسل علیه الملک فینفخ فیه الروح. پیغمبر گفت بعد 120 روز در همین جنین، در همین فرزندی که در شکم مادر است، خداوند یک ملائکه را روان میکند که در او جان بدم. جان در وجود او فرزند داخل می شود. و یکتب به اربع کلمات، به همین طفلی که در شکم مادر است 4 کلمه نویسانده می شود. خداوند امرش میکند اولا جان در وجود او داخل کن، بعد 4 کلمه را در تقدیر او کتابت کن. این 4 کلمه چیست؟ اجله، عمله، رزقه، سعید و شقی. بنویس که چند سال عمر میبیند، بنویس کدام عملها را در دنیا انجام میتد، و باز کتابت کن چه مقدار رزق روزی دارد، و 4م کتابت کن که اینه که از شکم مادر بیرون میشود بدبخت است یا نیکبخت. این هم کتابت کن. این یک حجت از نام خدا میگیرد، او را آمده در تقدیر همو انسان چکار میکند؟ مینویسد. خب این مطلب من از این حدیث چیست؟ وقتی که انسان دم آخرش می شود، بین باز 5 ملائکه نزد جان گرفتن او می آید. یکمش داخل می شود، می گوید السلام علیک یا عبدالله، ای بنده خدا، سلام و رحمت خدا بر تو. اگر بنده نمازخوان و بنده خدا ترس باشد، هم معامله از جانب این 5 ملائک پیش از جان دادن می شود. می گفت است السلام علیکم ای بنده خدا، انا مؤکل به ارزاقک. اگرچه رزق رسانی تو خدا بود، لیکن من همون ملائکه بودم که او رزق به تو می آوردم می رساندم. فطلبت الارض شرقا و غربا فما وجدت من رزقک لقمه. امروز من تمام روی زمین دور زدم، لیکن از رزق تو ای بنده خدا یک لقمه دیگر نیافتم. رزق تو تمام شد. بنده از جانب رزقش امیدش کنده می شود. دویمش داخل می شود. من همتا سوال سلام می دهد. من کی هستم؟ من همان ملائکه هستم که بر نفسهای تو وابسته بودم، که نفس تو را بیرون می بردم، درون می دراوردم. امروز هرچی که کافتم دیگر از نفس تو دیگر نفس نیافتم. یعنی نفس های تو هم چی شد؟ تمام شد. رزق تو تمام شد، نفس تو تمام شد. داخل می شود دیگرش. من وابسته بر نوشیدن آبهای تو بودم. امروز بالای زمین دور زدم، برای نوشیدن تو یک قطره آب نیافتم.
امیدت ای بنده خدا از نوشیدنم کنده شود. از نوشیدنم بنده در او حالت چی می شود؟ امیدش کنده می شود. دیگرش داخل می شود، می گوید من وابسته بر قدم های تو بدم که قدم تو را پیش می بردم پس می بردم به حکم خدای تو. امروز بالای زمین دور زدم لیکن در هیچ جا دیگر تو قدم زده نمی توانی، قدم تو هم کنده شد. پنجمش می گوید من وابسته بر اجل تو بدم، وابسته بر روزهای تو بدم. امروز هر چی که سراغ کردیم بالای زمین دیگر از حیات تو هیچ روزی نیافتم. بنده از این شنیدن اینها البته آگاه می شود که من دیگر در این دنیا قرار من، حیات من تمام شد. این ملائکایی که از اول آمدن چی ها کردن؟ ملائکی که آخر آمد چی را البته انجام داد؟ عبدالله ابن عمر ابن العاص میگوید کان ابی کثیرا ما یقول اینی لا اعجب من الرجل. همین عبدالله ابن عمر ابن العاص، این اون عمر نیست، میگوید من پدر داشتم، پدرم عاص نام داشت. میگفت که من تعجب میکنم، پدرش به همین عبدالله میگفته است، من الرجل الذي ينزل به الموت و معه عقل و لسان لا يصفه. میگه از پدر میشنیدم که برای چی که همین آدم‌هایی را که مرگ بالاشان میآید در زمانی که زبانشان کار کردی سای، در زمانی که عقلش با همراهی خودش هست، چرا که وصف نمیکنن که مرگ چگونه سخت است؟ چرا وصف نمیکنن؟ عبدالله میگه وقتی که همین پدر ما اجلش آمد بالای سرش آمدم، گفتم پدر تو دایی میگفتی که من در مردم تعجب ده هستم که زبانهاشون کار میکرد، عقلهاشون با خودشون بود، چرا که شدت مرگ بر ما بیان نمیکنن؟ امروز بالای تو همین شدت مرگ آمده است، چرا صفت نمیکنی؟ میگه پدرم به جانب من گفت الموت اعظم من الوصف. عبدالله گفت در حقیقت من میگفتم که چرا مردم وصف نمیکند، لیکن این شدت مرگ، بزرگی مرگ از وصف کردنم بالا بوده است، این را وصف کردن نمیشید است. ولکن سأوصف منه شیئا، لیکن عبدالله من بر تو کمی از این را بر تو بیان میکنم که شدت مرگ چگونه من حس میکنم. حضرت چی گفتن علی کتف جبل الرزوه. الحال گفت عبدالله من حس میکنم که من نمیدانم که بالا همین کتف من همون کوی رضوان هست یا نه، لیکن حس کرده ایستادم که همون کتف من ده یک کوی کلانی که در پهلوی خانه داریم بالای کتف من است. من کتف ما جمانده نمیتونم، من همتا تصور کردیستم. و دویم چیزی که حس میکنم الروح تخرج من ثقب الابره. همون پلوشی سوزن میگه ما و شما، آیا همون سوراخی سوزن گفت دیده عبدالله؟ حس میکنم که نفس من فقط به همون سوراخی برآمده است. چنان یک مشکلاتی بالای من آمده است که همین شدت مرگ همتا حس کردم، بالای کتفم یک کوه هست و نفس من به مثل همون سوراخی سوزن میبراید. و فی جوفی در شکمم باشد شوکتون اوسج، در داخل همین روده های من حس میکنم که بوته خار مرغیلان داخل است که هر یک رگ مرا او میخلاند. همچنان گو حس میکنم. و دیگر وصفی که بر تو کنم گو عبدالله این است که من در همین زمینی که خوابم الحال زمین آسمان در بالای من نزدیک آمده است. فکر میکنم که بین این الحال من جقیده میشم. آیا همتا هست؟ عبدالله که میفهمید اینها یعنی علاقه در بگیم یک خیالات این بنده، علاقه در روح این بنده گذشته سای،
خدا همتا شدت مرگ به بنده همتا ایشان میتد، اگرچه چشم انسان او را نمیبیند. اینا البته شدت مرگ هستند، شدت موت هستند. مرگ البته آمدنی هست، در آمدن مرگ هیچ شک و شبهه‌ای نیست. شاعر عرب میگه الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان به سر بنده مؤمن می آید. مرگ پیشکی حجت ندارد، پیشکی یگان دستخط ندارد، یگان مکتوب روان نمیکند، بلکه ناگهان به بالای بنده چکار میکند؟ هجوم میکند. در هر حالت ما و شما البته تیار باشیم. چگونه ای که رسول اکرم پرسیدند من اکیس الناس، من اکرم الناس، زیرکترین مردم کی است؟ کی است؟ از همه زیرک، از همه چقان، از همه هوشیار کی است ای پیغمبر خدا؟ و کی است از همه دیده مکرمترین انسان در نزد خدا کیست؟ رسول اکرم چی گفت؟ گفتند من یذکر الموت، کسی که زیاد ذکر میکند موت را، کسی که بسیار به یاد خود میارد موت را، و اشدوهم استعدادا له، و از همه زیرکترین، از همه هوشیارترین بنده همونی است که اولا دائما در یاد مرگ است و دوم این که برای روز مرگش فقط توشه ذخیرت میکند، فقط جمع میکند، عبادت، کارهای نیک جمع میکند، تا که او یقین میداند که روز از روزها این دنیا را البته میگذرد. افسوس میخوریم دیگر فایده ما نمیکند. مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. وقتی مرده را میگه بالای همون تخته در راست میکنند برای شستن، همون مرده میگه یک صدای دارد که صدای او را انسان نمیشنود. لیکن او چی میگوید؟ مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه. همراه جسم بود جان من، مدت گفتم این و وان من. در محلی که کردم و گفتم، بود فکرم عیالم و جفتم. تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره. حضرت میگد به سوی همون غسال همین گپا را میگفت است که ای غسال، من هم مثل تو تر و تازه بودم، من هم مثل تو قوت داشتم، مثل تو حرکت کننده بودم. هر دمی که میخیستم و مینشستم، فرزندها و زن و فرزندهام در یاد من بود. حتی چنان مهنت زحمت برای من فرزند و کودکان کردم که این چهره زردی که از من میبینی همه این برای فرزند زن است. مهنت ها میکردم. لکن امروز چیکار کنم که مرگ بالای من آمد و مرا بالا برای شستن آماده کردن. من خود دیگه غیرتی ندارم که بدن خود بشم. میروم برای زیمو باریک، در دوام میگفته است، میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. البته راه میرم که خیلی راه باریک است. خانه داخل میشم که هیچ روشنی ندارد. روشنی گور چی است؟ قرائت قرآن است. روشنی گور چی است؟ نمازی با جماعت است. روشنی گور چی است؟ ترس خدا است. میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. این همه در مقام میماند، سر تنهام میفرستاند. همه آن چیزایی که من در دنیا ذخیره کردم، همه آن چیزایی را که من توپ کرده جمع کردم، همه این در مقام میماند، سر تنها میفرستاند. سر تنهای مرا میفرستاند. در دوام گفت آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. آن چیزی که وقتی جان دادن من گذشت، ای را بجز خدا و بجز من دیگر هیچ وصف کردنش ناممکن است. آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چی بگذرد در وی.
با بعد این جان دادن من میدانم که چند عقبه های دیگر، عذاب گور است، سوال منکر و نکیر است، گذشتن پول صراط است، دادن نامه اعمال است. آیا اینهاش چگونه بر بالای من می آمده باشد؟ اینش من نمیدانم. حضرت در آخر ما و شما را همان مرده نصیحت میکند. زنده ها که نصیحت دارند، مرده بر ما و شما چی میگوید؟ گوش باید بشنود این را. برای این سخنهایی که میگیم، برای این گوش انسانی در کار، گوش عاقلی در کار، گوش آدمی در کار که این گپ در اصل قبول کند. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای این سخنها گوش در کار. گوش سر با جمله حیوان همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. برای این سخنها گوش دل لازم. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. با چشم میبینی مرده را میشوی، با چشم میبینی تابوت را میبرداری، با چشم میبینی برده را در لحد جا میکنی، لکن تعجب آور است که خود عبرت نمیگیری. خود به خود نمیای که فردا من هم داخل این قبر هستم، من هم البته یک مردشوی را بهر من میکابند. این شب به یاد ما و شما نمیآید. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. حضرت میگه مرده را که دیدین به خود بیاین، همون خود مرگ است. اون حالی که او برادر گرفتار است، او را مرگ هم تکرده است. من بر شما نمیگم که تمنای مرگ کنید، زیرا ابو هریره روایت میکند حدیث پیغمبر خدا را، رسول الله گفته است لا یتمنى احدکم الموت. امتان من، شما مرگ آرزو نکنین. نگین که خدایا مرا تیزتر از دنیا ببر. ایرا نگین که شما گناهکار میشین. نگین که خدایا مرا تیزتر از دنیا ببر. برای چی؟ برای این است که رسول الله میگد که لعلکم یزداد، اما محسنا لعلکم یزداد. اگر تو آدمی نیکوکار باشی شاید نیکیت زیاد شود. و این کان مسیئا، اگر تو گناهکار باشی لعلکم یستعتبه، شاید که تو توبه کنی و به سوی خدا باز بگردی. از این خاطر گفت شما مرگ هیچگاه افسوسش نخورین، هیچگاه تمنا نکنین، لکن استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از مرگ آمدن شما حتمی برای مرگ برای خودتان آماده داشته باشین. باید که تیار باشین. شما فکر نکنین الحمدلله که امروز نوابسته من بدانم که آدمی در زینه پست از دنیا میگذرد و مالدار و دولتدار و منصبدار نمیگذرد، این برای ما و شما یک افسوس است. لیکن همه میگذرد. در دنیا هیچ کس ابدی نمیماند، همه مورد سوال در نزد خدا با قرار میگیرد. این است یک مختصراً درباره مرگ و آن شدت هایی که البته دارد. باز بر شما میگم که خیلی موضوع مرگ خیلی موضوع درازی هست. برای مرگ بیان کردن شاید برای ما و شما باید 2-3 جمعه دیگر لازم باشد که باز ایرا مفصلتر و مکملتر برای شما بیان کنیم. لیکن البته برای آدم عاقل باز گشته میگیم که همین تابوت هایی که از پی شما میگذرد همین خود همش موعظه هست، همین خود خبردار کردن است که ای انسان تیاری خود ببین که فردا نوبت تو هست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و از اجرهایی که در این موعظه موجود است، خدایا بر این گوش کننده ها و بر